سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز کارگزاری بین‌المللی وینزور. علی نورانی هستم. امروز دوشنبه 12 سپتامبر 2016 با تحلیل و آموزش روزانه در خدمت شما عزیزان هستم. در ابتدا در بحث تحلیلی امروز به سراغ شاخص داو جونز میرم. همونطور که مشاهده میکنید از روز پنجشنبه شاخص داو جونز شرایط نزولی رو پیش گرفته و به صورت شارپی حرکت نزولی داشته و حمایت‌های مهمی رو تونسته که با اعتبار بشکنه و در حال حاضر هم به حمایت 17900 واحدی خودش رسیده و احتمال ادامه ریزش شاخص در کانال 17000 واحدی وجود داره. اما اونچه که سوال رو در ذهن معامله‌گران این شاخص ایجاد کرده علت این ریزش هست. در حال حاضر گمانه‌زنی‌های مختلفی برای علت این ریزش وجود داشته و این گمانه‌زنی‌ها به این دلیل هست که هیچ کدام از شرکت‌های بزرگ بازار تراز منفی و یا اخبار منفی رو از شرایط صورت‌های مالی خودشون اعلام نکرده بودند و با این حال تقریبا همه بازار شرایط نزولی رو داشته و باعث این نزول حدوداً 600 واحدی در شاخص شده. برخی از کارشناسان این نزول رو از پس لرزه‌های خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی میدونن و شرایطی که برای اقتصاد کلان جهانی ایجاد کرده. برخی دیگه احتمال تغییر نرخ بهره رو در این موضوع بی تأثیر نمیدونن، اما عمده کارشناسان و تحلیلگران بازار نظرشون این هست که شاخص بعد از اینکه افزایش 3200 واحدی رو در 8 ماه اخیر و در سال 2016 داشته در شرایط اصلاحی قرار گرفته و بسیاری از معامله‌گران وال استریت این اصلاح رو پذیرفتن و به طور موقت از بازار خارج شدن و این کارشناسان احتمال میدن که بعد از پایان اصلاح مشاهده برگشت شاخص به شرایط عادی خودش باشیم. همونطور که در نمودار روزانه مشاهده میکنید شاخص در ابتدای سال جاری میلادی در محدوده 15300 واحدی بوده و تونسته که تا 18600 واحد افزایش داشته باشه و در حال حاضر در نظر برخی از کارشناسان شرایط اصلاحی رو دنبال میکنه و احتمالاً با پایان این اصلاح دوباره به روند صعودی خودش برخواهد گشت. اما در هر صورت در شرایط میان مدت احتمال این هست که این اصلاح تا کف کانال 17000 واحدی هم ادامه داشته باشه و اگر بخوایم برآوردی از پایان اصلاح داشته باشیم میتونیم که از ابزار اصلاح فیبوناچی و یا فیبوناچی ریترسمنت هم بر روی موج صعودی که از ابتدای سال داشتیم استفاده بکنیم. همونطور که مشاهده میکنید دو سطح 38.2 و 50 فیبوناچی در برابر نزول بیشتر قیمت قرار دارند و سطح 38.2 در محدوده 17300 واحدی هست و سطح 50 هم در همون محدوده کف کانال 17000 واحدی قرار داره. اما همونطور که مشاهده میکنید در حال حاضر هم شاخص در محدوده حمایتی 17900 واحدی هست و این حمایت تغییر قطبی یافته مقاومتی هست که ما در محدوده جولای 2016 داشتیم و احتمال اینکه در همین محدوده هم واکنش برگشتی و پایان اصلاح داشته باشیم هست، اما احتمال اول این هست که بعد از یک استراحت کوتاه باز هم کاهش بیشتر شاخص رو شاهد باشیم. دوستان عزیز ادامه بحث آموزش ایچیموکو رو از فردا سه‌شنبه پی خواهیم گرفت. مثل همیشه شما میتونید تحلیل کامل بازار امروز رو از طریق کانال کارگزاری وینزور یا از طریق ایمیل هاتون دریافت بکنید و مطالعه بفرمایید. برای همه شما عزیزان روزهای موفق و پرسود رو آرزو دارم.